ما باید یقین داشته باشیم. ما یقین باید داشته باشیم که شوهر آزار دادنش ما را فردا پروردگار جهنم می‌داره. اگر یقین نداشته باشین یا افسانه در نظرت. ما یقین داشته باشیم که زدن زن حرامه. ما یقین باید داشته باشیم که دشنام زن حرامه. ما باید یقین داشته باشیم که دشنام میتیه او فاسقه ای چارچوبه شریعت میبروید. ما باید یقین داشته باشیم که زنها وقت شوهرها را آزار میتین، آزارای به معنی میتین، جاشون جهنمه. حتی در حدیث گوهربارشون اومده که جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم که حضرت گفتن ای سه طایفه خدا و ملائکه ها بیزاره و من پیغمبرم بیزارم. گفتن کیه اونها؟ گویا همون امامی که مردم بدش میبینه و این همین مجبوری اومده محراب داشته، منبر داشته، مردم دوست نمیدارنش، لیکن میبیاید با واسطه برنامه سازی و جوره بازیاش میبیاید همین وظیفه ده میشینه. هیچ کس وای برطرف کردن نمیتونه. دویم گفت همون زنی که عبادت خدا را میکنه، زنی مسلمانه لیکن شوهرش ایوای روزه شوهرش غم میتیه. خدا و پیغمبر و ملائکه گو این زن بیزاره. یعنی برای همین یقین کردن در کارای. من همینجا ما آمدیم خدماتون خدا مبارک کنه. باید ما یقین داشته باشیم که هر کسی که در مراسم خرسندی برادرش، در معرکه خرسندی برادرش خرسندی میکنه و ایمانش کامله. همین باید یقین داشته باشیم که حقه همین. اگر ما یقین نداشته باشیم، اگر ما باور نداشته باشیم، ما باید یقین داشته باشیم که در گور ما را دو ملائکه میپرسه. اگر انسان اینم خیلی نیرو در بدنش بیایه که گناه نمیکنه و میترسه خدا و در پیشگاه او پروردگار حق کاری ناشایسته کردن نمیتونه. اگر او فهمه که در پیش پدر به حرمتی کشیدن آدم عاق میشوه، مادر آزار دادن آدم جهنمی میشوه، همسایه را آزار دادن آدم جهنمی میشوه، آدم دزد جهنمی میشوه، آدم خیانت کنه جهنمی میشوه، آدم مقصد غیبت کنه جهنمی میشوه. اگر همین یقین داشته باشه چخیل گناه میکنه. اولین اخلاق رسول الله یقین بوده است. ما باید یقین داشته باشیم که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که هر کسی با برادر مسلمانش دست به دست سلام میکنه، همین دستاش و کفش کف جدا نکرده، خداوند تمام گناههای دو مسلمان میبخشه. باید ما ایمان داشته باشیم. ما باید یقین داشته باشیم، ایمان داشته باشیم که سلام مسلمان، علیک مسلمان، آغوش مسلمان وقت خندیده و به مهر گناه ما رو میرسونه. این معرکه و برای همینه اولین اخلاق رسول الله یقین بده است. داماد محترم، شما هم دونه که همین روز عبارت زن امانت الله های. این خداوند شما دا امانت داده. این امانت پگه شما دا خدا میپرسه. شما باید خوش اخلاق باشه، شما باید خوش گفتار باشه. پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودن خیارکم لنسائهم، بهترین امتی من از مردا کسی هست که زنش خیلی خوش اخلاقه. بهترین امتی من کسی هست که زنش خیلی خوش رفتاره. وقتی که ما خوش اخلاق و خوش رفتار باشیم امتی جدا کرده پیغمبر خداییم. این یقین در کاره. این ده باید ما دو دله نباشیم، ایمان داشته باشیم که چی حقه. در هر جای اخلاق باید زیاد گپ بزنیم، از تربیت زیاد گپ بزنیم، برای که دنیا امروز به حد پیشرفته است. دنیا امروز به حد پیشرویه. اگر ای اخلاق پیغمبر، ای آیین پیغمبر، ای تعلیم و تربیه کلاسیکا ما گپ نزنیم که در 10 ساله 15 ساله آخر نسل یا شما همه اینا وحشی کلان میشوند، اینا به حرمت کلان میشوند، اینا به عزت کلان میشوند، اینا قدر پدر و مادرداری را نمیدونند، اینا قدر کلینداری و قدر داماداری را نمیدونند. یقین باید دانسته باشیم. هر آدم تابوت شما میمونن، همه ما و شما مسلمانیم بالای تابوتش میگن که حق الله ای حق العبد. ای خدا اگر قرضدار باشه چیزی در خدا میسپاریم شه. اگر کسی را آزار داده باشه، کسی را شکنجه کرده باشه، کسی را قرض گرفته باشه، با شاهد و دلیل بیاید بتیه که حق العبد ما خدا نمیبخشه. برادر و حق العبد همینه. زنها اگر به روزگی شوهر روان، شوهرها اگر به روزگی زن روان، خوشتامنا ای کلینا ناراض روان، کلینا ای خوشتامنا ناراض روان. بسیار ما خوشتامنای داریم که بد زبانن.
خوشتومانای به معنی هم امروزا بسیار پیش ما شکایت میگویند به هیچی، به یگان دلیل منطق این همه حواس و آرزوهای به معنی نفس پرستی خدی همه فرزندای مردم کلینا را غم میتن. اینا هم پگه ای دنیا گذارن کلینا ناراض باشن، اینا هم نزد الله والله جواب میتن. وای کلین شده اومده وای هم بنده الله های، وای هم امانت خدا های، ندونیست نشانش میتهی، کرده نتونیست نشانش میتهی. خسور خوشتامان وظیفه معلم داره، 5 سال 10 سال برای او پخت پز نشان میده و آدمی خوب شود. برای همین بعضی انسان های هستن که تربیه را ندیدن، تربیه سری در سرخانه ندیدن. پیغمبر ما اومد جانورای وحشی عرب تربیه کرد، آدم کرد. کلین خانه میبه باید ما او را تربیت کنیم، دوماد خانه میبه باید او را ما تربیت کنیم. خدا و رسول بسم الله نشان دهیم، ما مسلمانیم. اخلاق جناب پیغمبر همین بده عزیزان مونده. این یقینه. اگر ما یقین نداشته باشیم دین معنی نداره. باید ما یقین داریم که حق خدا، عذابش حقه، ملائکش حقه، جنتش حقه، دوزخش حقه، قبر عذابش حقه. باید ما کوشش کنیم که حق الله و حق العبد خوش رو بجا بیاریم. ای ما کسی خفه نروه، بعد مردنمون دعای نیک ممکنه. این مسئله را باید جدی بینیم. خصوصا دوماد محترم همه نمونه زندگی را کلین شما میگیره. شما اگر بامداد خوانده که وای کلین بامداد بخونه، شما اگر 5 وقت نماز خوانده که وای نماز بخونه، شما حق حلال و جوان مرد باشه وای شما این اون سا میگیره. زیرا اینکه خوجهی نکن مرد یخت زندگی. مرد اگر پاپیروس کشه، مرد اگر مقصد دیگه مشروبات نوشه، مرد اگر بندونه و هزارها تبلت‌های معیشی خوره، مرد به نماز باشه، ایوه پگه چگونه فرزند به دنیا بیاید؟ چگونه زن و اطاعت کنه؟ زنی به ایمان در همین گونه مردهای فاسق غریب بده. برادرای اسلامی مومنین خدا، همتون به این معرکه خیر خوش آمدین. خوشنودی مسلمان در حق مسلمان این دلالت میکنه که اون مسلمان ایمان کامل داره. مسلمان وقت در حق مسلمان خرسان شود، در توی مسلمان خرسان شود، در معرکه مسلمان خرسان شود، برادرش وقت در یک نعمت میرسه خرسان شود، دلالت میکنه که وای انسان ایمان کامل داره. مسلمان وقت برای مسلمان زیق شود، در مصیبت مسلمان زیق شود، بالای سرش یا زیقی میبیا اینم زیقی کنه، همدردی بیان کنه، چیزی که از دنیا در اون میرسه که او را زیق میکنه برادرش هم زیق شود. زیق شدن در حق مسلمان هم دلالت میکنه که مسلمان ایمان کامل داشته. اینمی دین ما همینجا سر میشود که اخلاق بینیم. هر یکی ما در شکست مسلمان ما باید زیق شویم، در پیشروی مسلمان باید ما خرسان شویم. انا همین دلالت می شود که ما ایمانی کامل داریم. هر کسی که اگر در مسلمان با واسطه کینه، عداوت، دشمنی، بغض، بخیلی، چقدر اعمالهای شیطانی و اعمالهای امروز از اخلاق و تربیت دوره مسلمان غم میتیان، ایران نغزانیم که پیغمبرمان حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم دعای قرآنی هن که پیغمبرمان دعا کردگی بود است که ربنا لا تجعل، پروردگار رو نگردان، فی قلوبنا، در دل مایان نسبت اهل ایمان، غلا للذین آمنوا. پروردگار و پیغمبر دعا میکرد است که در دل من جای نته کینه و دشمنی و عداوت و بخل و بخیلی را نسبت اهل ایمان. کسی نسبت اهل ایمان، کسی نسبت مسلمان در درون دلش کینه و عداوت و بغض میگرفته است، خدا با او قهری میکرده است. یعنی کسی که در درون دلش با مسلمان کینه و عداوت میگیره، خدا با او قهری میکنه. همیشه و همیشه باید ما از حسد، از کینه، از عداوت، از بخل، از بخیلی احتیاط شویم. چی با پیغمبرمون دعا کرده است که پروردگارو قلب من نسبت اهل ایمان هم خیلی چیارا رهنته. امروز شکستی ما در بخیلی های، شکستی ما در چی های، شکستی ما در بخیلی های، شکستی ما در حسد های، در دشمنی های. ما باید همی کارهای عملهای رزیله ابلیسی های. در هر یک دور و زمان ما محتاجیم،
با گپی خوب، با آدمی خوب، با استادای ادبیات، با استادای دین، با معلم، با پدرای خوب، قسم به خدای قسم حونسی هر یک دقیقه ما محتاج به نصیحتگر. امروز همین معرکه های ما، شیشتنهای ما، مراسم دامادی عروسی ما چیزی که نباشه، باید حتما یک چیز از اخلاق و تربیه و دین آیین گفته شود، برای که اگر گفته نشود در بدن ما نیروهای خوب هست، مثل راستگویی، مثل مهر، محبت، صداقت، حرمت، عزت، اینها با واسطه شیطان و پیروای او ضعیف میشوند. انا همین در بدن ما همین نیروهای بودگی را به همین نصیحت ما باید به قوت کنیم. پیغمبر صلی الله علیه و سلم در حدیث گوهربارشان امر کردند که بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، من پیغمبر برای او شدم که یک وظیفه من همینه که شما را به اخلاق انسانی آورده رسانم. نگفته حالی نماز، نگفته زکات، نگفته حج، میگه من آمدم که شما را به بهترین فرهنگ آورده رسانم. من آمدم که شما را بهترین تربیت دیم، بهترین اخلاق دیم. مقصد از این تربیه و اخلاق صحبت کرده استیم. کلینی محترم، این خاندان شما مهمان شده میبیایید، با واسطه تربیه و اخلاقتان شما همه را رام میکنید، با واسطه اخلاق و تربیتان شما همه را بختار رام میکنید، همه شما را دوست میدارن، همه شما را حرمت میکنن. شما با یک حرکت بی‌ضبطتان، شما با یک حرکت نامشروعتان، شما با یک حرکتی که اگر بی‌ضبط نشان ته نغزونه که همه چهره ها همه چی از شما دور میشود. همین قدر خواه خشنودی خدا را، خشنودی پروردگار را، روزگی خدا را به دست بیاره، چی قدر با اخلاق بزرگ معامله کنید. بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، من برای او پیغمبر شدم که شما را به اخلاق حمیده رسانم. امام غزالی در کتابش آورده است که تمام علما جمع شدیان، اخلاق پیغمبر صلی الله علیه و سلم جمع کردیان، 10 تقسیم شده. اخلاق رسول الله 10 تقسیم بده. یکی از اخلاقهای اولین درجه پیغمبر خدا یقین بده. یقین چی را میگن عزیزو؟ یقین یعنی که اگر حاضر ما در همین جا گپ زنیم که بیرون روشنه، همه میگن روشنه، همه یقینه. اگر ما روشن گویم و دو کس گوه که تاریک، همینجا شک پیدا میشود. یعنی یقین کن. انا باید ما یقین داشته باشیم که دو ملائکه هستند که تمام ثواب و عذاب ما را می نویسند.